سلام و عرض ادب خدمت شما هواداران فهیم پرسپولیس. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. واقعا از روی عشق و علاقه اینجا اومدم و دوست دارم بهترین عملکرد خودمون برای شما جا بذارم و بتونیم شرایط خیلی خوبی رو برای باشگاه که می‌خوایم پیش بریم. همین توی نیم فصل هم بحث حضورت بود تو پرسپولیس، چی شد؟ موقع چه صحبتی انجام؟ تحت قرارداد باشگاه آلومینیوم بودم، اجازه خروج به بنده ندادن، ولی طی توافقی که با باشگاه آلومینیوم در نیم فصل کردم آخر فصل با بنده توافق میکردن که برای صدور رضایتنامه بنده برای تیمی که خواهان بنده هستم ادامه همکاری رو با بنده انجام بدم. و تو این فصل هم عملکرد خیلی خوبی داشتی. حتی به نظرم بعد از اینکه پرسپولیس میخواد که تو بیای باعث شد که انگیزت هم بیشتر بشه دیگه. خدا رو شکر تونستم عملکرد فنی خوبی از خود به جای بذارم و این عملکرد فنی باعث شد که من بتونم یکی از شرایطی که میخوام برای رسیدن به پرسپولیس باشه توی دید باشه و بتونم چیزی که میخوام مد نظرم توی پرسپولیس هست بهش نزدیکتر بشه و بتونم به اون جایی که بخوام برسم. همین تو همین چند ساعت کوتاهی که از در واقع اعلام رسمی اومدن تو پرسپولیس گذشته چه حس و حالی داری؟ واکنش‌ها چجوری بوده؟ هوادارش فقط تنها چیزی رو میتونم بگم این که بهترین وایب دنیا رو میتونی از هوادارهای پرسپولیس بگیری. واقعا تو این چند ساله هم خودشون رو نشون دادن، هم جوری از تیم حمایت کردن و بازیکن‌ها که این باعث شد این تیم توی